بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان و همراهان عزیز رادیو مهر. حالتان خوب است؟ نماز و روزه‌هایتان قبول باشد. فرزانه هستم در برنامه پروازی اندیشه. امروز در کنار شما عزیزان هستم تا چند نکته درباره رمضان به شما بگویم. نام برنامه امروزمان که می‌خواهیم کمی درباره آن صحبت کنیم این است که چیکار کنیم تا در ماه رمضان ضعیف نشویم. اولین نکته که خیلی مهم است این است که حتما باید سحری بخوریم. زیرا نخوردن سحری برای بدنمان ضرر دارد. نخوردن غذای مناسب در ماه رمضان خصوصا سحر به بدن آسیب میرساند و باعث طولانی شدن گرسنگی و ضعف شدید در طول روز می شود. اگر ما عادت داریم بدون خوردن سحری روزه گیریم، پس باید این را بدانیم با دست خودمان باعث آسیب دستگاه گوارشمان خصوصا معده و روده ها می شویم. پس بیایید تنبلی را کنار گذاریم و حتما سحری خوریم. دومین نکته این است که در خوردن اصلا زیاده روی نکنیم. زیاد خوردن در روزهای معمولی سال اصلا خوب نیست. خصوصا برای حالا که در ماه رمضان هستیم. در ماه رمضان که سیستم گوارشی بدن ساعت‌های را بدون مواد غذایی می‌گذراند، اگر فکر می‌کنید هرچی بیشتر بخورید دیرتر گرسنه می‌مانید، اشتباه می‌کنید. در خوردن وعده سحری و افطاری باید حد را رعایت کنیم. غذا و آب را به اندازه خوریم که بدنمان نیاز دارد. با رعایت کردن نکاتی مانند رعایت هضم، رعایت عادت‌های غذایی و داشتن نشاط پس از غذا خوردن و خوردن وعده‌های سحری و افطاری باعث سلامت معده و بدن، همچنین رشد بیشتری عقل و سبکی بیشتری جسمتان می‌شود. اگر این نکته‌ها را رعایت کنیم، بهتر می‌توانیم روزه‌داری کنیم. همراهان عزیز، نکته آخری که میخواهم به شما بگویم این است که غذای مناسب برای ماه رمضان آماده کنیم. قبل از اینکه من به شما بگویم، شما بگویید چی غذاهایی را میخورید و یا چی کار میکنید تا کمتر تشنه بمانید. خوراک مناسب برای وعده افطار رمضان اینها است: شیر برنج، کشه، خرما و سوپ‌هایی که مجازشان گرم است. این خوراک‌ها برای شروع افطار مناسب هستند. حتما غذایتان را آهسته آهسته بخورید. البته اگر می‌خواهید اول آب بنوشید، بهتر است آبی که می‌خواهید بنوشید آبی جوشیده شیرگرم باشد. زیرا اگر آبی سرد بنوشید، معده و روده‌هایتان درد می‌کند. اگر می‌خواهید در طول روز کمتر تشنه بمانید، بهتر است که این کارها را انجام دهید. می توانید موقع خوردن سحری از کمپوت سیب، آلو و یا زردآلو استفاده کنید. بادرینگ هم به کمتر تشنه ماندن کمک میکند. دوستان عزیز، یک نکته خیلی مهم این است که حتما در وعده‌های سحری و افطار یا پس از چند ساعت که از افطار گذشت میوه بخورید. زیرا میوه ها ویتامین هایی دارند که بدنمان به آن نیاز دارد. خیلی ها فراموش میکنند تا میوه بخورند و این کار باعث می شود تا ویتامین بدنتان کم شود و ضعیف شوید. روزه گرفتن فواید بسیار زیاد و باور نکردنی برای بدن دارد، مانند کمک به کاهش وزن، سلامت قلب، تقویت مغز، تقویت سیستم ایمنی و خیلی چیزهای دیگر. پس دوستان و همراهان عزیز رادیو مهر، امیدوارم از این برنامه به خوبی استفاده کنید و همیشه سالم و شاد و خندان باشید. برنامه امروزی ما به پایان رسید. تا یک برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.